خب دوستان ببینید، ما راجع به اینکه اصلا چیه بازار مالی با هم صحبت کردیم. الان میخوایم با یه سری مفاهیم آشناتون کنیم که آقا ما چجوری قراره مثلا بیایم تشخیص بدیم که یک چیزی قراره بره بالا یا پایین. راجع به مفاهیم دیگه میگم، اصطلاحات و اینا تو طول این دوره با هم کلی صحبت میکنیم. اصلا نگرانی نباشه واو من مثلا فلان اصطلاح رو نمیدونم، مشکلی نداره. ما اولین چیزی که باید بدونیم اینی که ما توی یک عذرخواهم ازتون ببینید ما قراره یک سری نمودارها رو ببینیم. احتمالاً دیدید دیگه توی این فیلم ها، توی چه میدونم وال استریت و جاهای دیگه که این سری نمودار هست. روی اون نمودارها میان تشخیص میدن که الان باید بخرند یا بفروشن. این نموداره داستانش چیه؟ یه همچین چیزی داریم دیگه. یعنی ما یک صفحه‌ای داریم، یه نموداری میبینید اینجوری داره بالا پایین میشه، به این میگن چارت یا نمودار. و شما تو این دوره قراره بخشی از این داستان رو یاد بگیرید که چجوری ما بر اساس این نمودار تحلیل کنیم و بتونیم یک دارایی رو بخریم. اوکیه؟ گزینه ای که هست چیه؟ پس ما قرار اینجا بشینیم تحلیل کنیم روی نمودار. ما کلا دوستان دو مدل تحلیل داریم. یه دونه تحلیل تکنیکال داریم. تحلیل تکنیکال یعنی چی؟ یعنی دقیقا ما بر اساس این نمودار که حالا میریم روی سایت و رو لپتاپ با هم کلی باهاش کار میکنیم، یاد میگیریدش. یه مدل تحلیل قراره ما با توسط این نموداره بشینیم تکنیکالی قیمت رو بررسی کنیم و بفهمیم مثلا اینجا ما میتونیم بخریم و این میتونه بعدش بره بالا و به ما سود بده. پس تحلیل اول شد تحلیل تکنیکال که صحبت میکنیم راجع بهش. تحلیل دوم چیه؟ تحلیل فاندامنتال یا اخبار یا تحلیل بنیادی. یعنی چی؟ بذارید مثال بزنم که واسهتون جا بیفته. مثلا فرض کنید شما فردا صبح بیدار میشید، تو اخبار میبینید که آقا واردات خودرو به ایران آزاد شده با نرخ گمرک مثلا 4%. خب 4% خیلی نرخ منطقیه، قیمت ماشین وقتی بیاد تو ایران خیلی تغییر نمیکنه. پس چه اتفاقی میفته؟ ما الان میخوایم تحلیلش کنیم از نظر فاندامنتال و بنیادی یا اخباری. یه ماشین قرار بیاد، ماشین خارجی، مثلا فرض کنید چه میدونم اسم نمیبرم، یه ماشین خارجی قرار بیاد قیمتش نسبت به قیمت مبدأ فقط 4% رفته بالا. پس تو ایران خیلی مناسب تر قراره به فروش برسه. حالا اگر قراره یک ماشین خارجی خوب تو قیمت جهانی من بتونم سوار بشم، چه اتفاقی میفته؟ دیگه نمیام پول به ماشین ایرانی بدم. یعنی چی؟ یعنی مثلا من یک ماشین X ایرانی 1 میلیارد الان قیمتشه، خب من میگم اوکی با 1,200,000 میتونم یه ماشین خارجی روز دنیا رو سوار شم. پس طبیعتا میرم سراغ ماشین های خارجی که دارم میان. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ کل بازار رو عرضه تقاضا میگرده دوستان، که راجع به این مبحث هم کلی بحث داریم. خب دیگه مشتری برای ماشین های ایرانی کم میشه یا عملا صفر میشه. اون وقت خودروساز داخلی باید چیکار کنه؟ خودروساز داخلی برای اینکه رقابت کنه مجبور قیمت رو به قیمت واقعی نزدیک کنه. پس باید قیمت خودروهای داخلی بیاد پایین که براش مشتری پیدا شه. یکی میگه اوکی کف ماشین هایی که اومده خارجی 1,200,000، من مثلا 300-400 تومن کلا پول دارم، نمیتونم اصلا برم سمت اون. پس خودروساز باید قیمت رو بیاره پایین که مصرف کننده بتونه بخره. این الان یک تحلیلی بود که بر اساس یک اخبار به وجود اومد. به این نوع تحلیل میگن تحلیل فاندامنتال یا اخباری. اوکی. یا مثلا چه میدونم یه مثال دیگه بزنیم، مثلا فولاد و در واقع سیمان، یعنی آهن و سیمان قرار قیمتش بیاد پایین. خب چه اتفاقی میفته؟ احتمالاً قیمت خونه هم چون قیمت تمام شدهش میاد پایین، قیمت آپارتمان ها هم میاد پایین. به این نوع تحلیل میگن تحلیل فاندامنتال. ولی ما تو این دوره بیشتر تمرکز و چیزمون در واقع زوممون روی تحلیل تکنیکاله. تحلیل تکنیکال چیه داستان؟ میگیم آقا ما این نمودار رو دیدیم رفته بالا اومده پایین، قبلا همین اتفاق واسه شد، دنبال الگوها میگردیم تو این مدل تحلیل. میگم گذشته بازار این مدلی بوده، قبلا یه بار به این قیمت واکنش نشون داده، پس احتمالاً در آینده هم میتواند به این واکنش نشون بدهد. ببینید دوستان، ما تو این بازار قرار نیست پیشگویی کنیم، قرار پیش بینی کنیم و بر اساس ریسکی که میپذیریم که توضیح میدم
قرار یک خرید یا فروش رو انجام بدهیم. پس همه بحث ما روی این داستان تکنیکاله. حالا یه سری مفهوم دیگه هم هست قبل این داستان بهتون بگم که باش آشنا بشید. مثلا قیمت داره بذارید من اینو پاک کنم که بتونم براتون اون مثال رو بزنم. مثلا قیمت داره اینجوری میاد میره، آروم داره میره بالا، یهو میبینید یک همچین اتفاقی میفته و قیمت به صورت شارپ یا تیز یا خیلی تند میره بالا. به این حرکت تو بازارها که بهش از این به بعد میگیم مارکت یعنی بازار. پس از این به بعد ما به کلمه بازارها احتمالاً از مارکت استفاده میکنیم. اگر از دهن من کلمه مارکت رو شنیدید یعنی همون بازار، چون ما قراره توی یک بازار جهانی کار کنیم. سعی کنید یک سری اصطلاحات رایج رو اورجینالش یاد بگیریم دیگه، اصلیش رو. درسته؟ ما به این حرکت یک رشد صعودی یهویی میگیم پامپ هم که مشخصه دیگه، همون پمپ. شما پمپ آب وقتی استفاده میکنید این پمپ قراره آب رو بفرسته بالا دیگه، معمولا از ته چاه قراره بیاره بالا. پامپ همونه، معنیش اینه که یک رشد یا یک بالا رفتن یهویی و زیاد. پس ما الان فهمیدیم معنی کلمه پامپ چیه. حالا به همین صورت رفته بالا، دوباره اومده اینجا این ماژیک ما هم رنگ نمیده، میذاریمش کنار، با همون آبیه میمیسیم. دوستان این ماژیک قرمز بعداً به من برسونید. اینجوری داره میاد، یهو میاد پایین. این حرکت عکس حرکت قبلیه. به این حرکت میگیم دامپ که احتمالاً دوستان هم واسهتون زیرنویس میکنن دیگه. پس ما الان معنی پامپ و دامپ رو متوجه شدیم. این دوتا اصطلاح کاربردش زیاده. حالا داستان بعدی چیه؟ داستان بعدی اینه که آقا ما توی مارکت دنبال چی میگردیم؟ دنبال ایناییم. بله اینا رو میتونیم ازش استفاده کنیم. شاید در ادامه استراتژی هاش رو هم گفتم بهتون که بتونیم پیش بینی کنیم که یه ارز کی قراره یهو بره بالا که ما بتونیم سود خوب رو بگیریم. پامپ داستانش چیه؟ مثلا از اینجا تا اینجا کلاً 10% بازار رفته بالا، ولی این پامپ وقتی راجع بهش صحبت میکنیم یعنی از اینجا تا اینجا حداقل هولوش 50% احتمالاً قیمت رشد کرده. به سود چند درصدی کوچولو ما پامپ نمیگیم. دامپ هم همینه، 3-4% که ارزی میریزه معنیش نمیشه دامپ. اوکیه؟ ریزش بازار معمولیه، اصلاح بازاره. حالا راجع به اصلاح و ریزش و اینا با هم صحبت میکنیم. مرسی. راجع به اینا با هم صحبت میکنیم. دامپ هم وقتی راجع بهش صحبت میکنیم یعنی حداقل 10-20%، 30% قراره بریزه. چرا حاجی تبار چرا اونجا گفتی پامپ 50% ولی دامپ رو داری راجع به 20%، 40% صحبت میکنی تهش؟ به خاطر اینکه دوستان یک دارایی ریاضی دیگه. یه دارایی از 100% قیمت حال حاضرش نهایتا 99% میتونه بریزه دیگه. نه اصلا کلش اینه که 100% بریزه و صفر شه. پس ما دنبال ریزش دیگه 100%، 120% که نداریم. دنبال ریزش نسبتا زیاد میگردیم با مقایسه به ریزش های قبلی. ما پامپ و دامپ رو الان یاد گرفتیم. تو این دوره تمرکز ما در ادامه برای ترید روی ارزهای دیجیتاله که میگم شما احتمالاً با بیت کوین اون رو میشناسید یا یک سری ارزهای دیگه که خیلی اصطلاحاً وایرال شده مثل شیبا، دوج، چون رشدهای خوبی داشتن، پامپ‌های خوبی داشتن، شما اینا رو با این اسم میشناسید. بازار ارز دیجیتال چی اصلاً؟ بذارید اول داستان اصلاحش کنیم. ارز دیجیتال ترجمه اشتباهیه. اسم این بازار هست کریپتوکارنسی. بخوایم خیلی دقیق ترجمهش کنیم میشه دارایی‌های رمزنگاری شده. ولی چون طولانیه و همه در واقع ایرانی‌ها اکثرا با اسم ارز دیجیتال میشناسنش، ما هم همین اشتباه رایج رو تکرار میکنیم و بهش میگیم ارز دیجیتال. داستانش چیه ارز دیجیتال؟ ببینید یک دارایی غیر متمرکزه که میگم دوباره غیر متمرکز چیه؟ که در واقع ویچوال یعنی مجازیه. مثل چی؟ مثل این که من از کارت خودم با همراه بانکم برای شما پول انتقال میدم. این پول مجازی، فیزیکال که انتقال داده نشده. درسته؟ این اعتباره، یک داراییه، یک استه. ارز دیجیتال هم داستانش همینه. و بیایم یک مقایسه کنیم. ببینید ما در گذشته دور چی داشتیم؟ تو مبادلاتمون
مبادله کالا به کالا داشتیم. یعنی میخوایم تاریخچه پول رو اول بگم خدمتتون. ما مبادلات کالا به کالا داشتیم. مثلا من میومدم یک گوسفند میدادم 10 تا مرغ میگرفتم از طرف. اوکی، یه گوسفند میدادم چه میدونم 5 تا تاقه پارچه میگرفتم مثلا. خب کالا به کالا بوده. کم کم اومدن دیدن سخت این مدلی، اومدن یک پول گفتن آقا یه واحد یه چیزه که اون میشه پول. مثلا نمک یکی از چیزهایی بوده که در طول تاریخ به عنوان پول استفاده میشده. قربان دیگه لزومی نداره برای نمک به کشورهای دیگه متکی باشیم، چون یک منبع نمک تموم نشدنی برای خودمون پیدا کردیم. که این سریال کره‌ای هم که زیاد دیدید همتون دیگه، جومونگ و اینا، معادن نمک پیدا کردیم دیگه. اوکیه، نمک میومد چرا؟ چون ماندگاریش بالا بود. حالا من میخوام تاریخچه پول رو خدمتتون بگم، مفصل میشه شاید توی ویدیو دوباره براتون توضیح بدم. الان میخوام سرسری توضیح بدیم به صورت چیز که بریم جلو، فقط برسیم به اصل داستان که ببینید چقدر روی این نمودار میشه واقعا تحلیل کرد، میشه آینده بازار رو پیش بینی کرد. اوکی، پس اومد و به سری پول ها تبدیل شد. این پول ها هم سخت بود حمل و نقلش، بعد اومدن به پول رایج، بعد اومدیم جلوتر در واقع دستگاه ATM اومد، بعد پوز اومد. ببینید هر چی که میریم جلوتر تو اقتصاد ما داریم دارایی ها رو سهل الوصول میکنه، یعنی راحت بشه جابجاش کرد. و الان بستر داستان چی هستن؟ بستر ارتباط کل دنیا اینترنته. پس چه بهتر که پول و دارایی باشد که از طریق اینترنت جابجا بشه. این همین ارز دیجیتالیه که قرار راجع بهش صحبت کنیم. خیلی هم نمیخوام تخصصی برم آقا بلاک چین چیه، توضیح ریز بهتون میدم، ولی اگر نیاز دارید مقالات فارسی و انگلیسی بسیار زیاده. ما میخوایم بریم جلو تو این دوره با هم پول در بیاریم، پس خیلی درگیر این اسامی نمیشن. ما الان فهمیدیم که ارز دیجیتال چیه حدوداً. یه کوچولو احتمالاً اسم بلاک چین رو هم شنیدید. مثلا واسهتون پیام میومد آقا موبوگرام بر بستر بلاک چین نمیدونم ضد فیلتر. این به نظرم در واقع کوچیک کردن بلاک چین تو این اشه. بلاک چین خیلی کاربردهای زیادی داره. تو ارز دیجیتال من توضیح ریزی میدم واسش. بلاک چین یعنی چی؟ بلاک یعنی در واقع یک بلوک یا یک شیش وجهی بخوایم ترجمهش کنیم، و چین هم یعنی زنجیره. بلاک چین داستانش اینه که آقا ما مثلا شما فرض کنید ما یک ارزم به حضور شما یه همچین چیزی، ما این مکعبی داریم که خب اون سمتش هم در واقع یه سری وجه داره دیگه. بیایم از بسم الله شروع کنیم. آقا من رضا حاجی تبار میام از مثلا چه میدونم شرکت سایپا یه پراید میخرم، درسته؟ ماشین من چیه؟ ماشین من پرایده. میاد مثلا تو یکی از زلها شماره بدنه رو مینویسه، درسته؟ یه بر مثلا رنگش رو مینویسه، یه برم میاد پلاکش رو مینویسه. مثلا پلاک ماشینی که من میخرم پلاکش ایران 10 بوده. اوکی، اون سمت هم که شماره شاسی و اینا نوشته است. من این ماشین رو به صورت صفر میخرم. این ماشین قبلش متعلق به کسی نبوده، پس به عنوان بسم الله و اولش یک بلاک تشکیل میشود. این تازه متولد شد. من میام این ماشین رو بعد یه مدت انتقال میدم به یک آقایی به اسم علی مثلا. پرایده که همینه، درسته؟ یعنی دوباره یه دونه در واقع بلاک جدید به وجود میاد، درسته؟ که مثلا مالکش ماشین که همون پراید، مالکش به جای رضا شده علی، درسته؟ شماره بدنه که همونه، یعنی اون رو کپی میکنه اینجا مینویسه. پلاکش مثلا این علی آقا چه میدونم اهل مشهده و پلاک ماشینش میشه 12، درسته؟ پس یک بلاک جدید ساخته شده و میاد چک میکنه. چرا میگیم بلاک چین غیر قابل نفوذه، امنیتش بالاست؟ چون میاد قبلش اینا رو با هم چک میکنه. ما فرض میکنیم این وسط 40-50 نفر این ماشین رو به هم فروختن. در آخر یک آقایی اومده ماشین رو چه میدونم افتاده ته دره چپ کرده اصطلاحاً و بدنه ماشین رو کلا عوض کرده. خب بدنه ماشین که عوض شه شماره بدنه هم عوض میشه دیگه. این آقا میخواد ماشین رو به عنوان بیرنگ مثلا به یک آقای دیگه‌ای بفروشه. اینجا یک بلاک جدید دوباره تشکیل میشه. خب ماشینه که همون پراید، رنگش که همونه، به شماره بدنه مثلا اینجا چک میشه. قبلش بریم اینجا مثلا پلاک اینا چک میشه.
شماره بدنه رو میاد اصطلاحاً از بلاک قبلی میخونه، یعنی کپی میکنه میاد اینجا پیست میکنه. بعد میگه این با اون فرق داره. چرا؟ چون بدنه رو عوض کرده دیگه. این با این فرق داره. پس همینجا این زنجیره، اینا بلاک ها بودن، این همون چین یا زنجیره است. این زنجیره اینجا قطع میشه و اصلا این بلاک جدید تشکیل نمیشود و میگه این داستان یه جاش میلنگه و کلاهبرداریه. واسه همینه ما میگیم بلاک چین امنیتش خیلی بالاست. ما الان پس یه سری اصطلاحات یاد گرفتیم، بلاک چین رو فهمیدیم چیه، ارز دیجیتال رو فهمیدیم چیه و 2-3 تا اصطلاح رایج دیگر رو بگم و این ویدیو رو تموم کنیم که حوصلتون سر نره. چون دوستان ببینید من دارم وقت میذارم و شما هم لطفاً وقت بذارید که یادش بگیرید و بتونید به اون درآمده برسید. میارزه که چند ساعت برای خودتون وقت بذارید. یه سری اصطلاحات بعدی، بیت کوین رو که میشناسیم که با علامت اختصاری BTC نشونش میدن، اوکی باش کاری نداریم. یه اصطلاح، 2 تا اصطلاح داریم که خیلی مهمه که بذار اونو آخرش بگیم. یه سری اصطلاحات داریم به اسم اصطلاحات بازار. مثلا اولیش چیه؟ بول یا گاو. یه سری اصطلاحات داریم این شکلیه. بول یا گاو یا اصطلاحا ما بهش میگیم بولیش یا گاوی. یعنی چی؟ در واقع گاوها همون خریدارها هستند. بازار بولیش یعنی بازار سبز و سعودی. وقتی بازار داره میره بالا میگن بازار بولیشه. فلسفه‌اش چیه؟ فلسفه‌اش هم اینه که آقا گاو، دیدید دیگه گاو وحشی بول، وقتی میخواد یه چیزی رو در واقع بهش حمله کنه شاخ میزنه میندازتش بالا. واسه همین نماد بازار سعودیه. تو وال استریت هم که ببینید این مجسمه گاو اونجا هست که همه باهاش عکس میگیرن. بذار فارسی بنویسیم ولش کن. در واقع کلمه بعدی چیه؟ کلمه معمولا این رو با سبز نشون میدن. کلمه بعدی من با قرمز مینویسم که چون تو بازار هم همیشه با قرمز نشونش میدن. خرس یا بیر یا بازار بیریش، یعنی وقتی بازار نزولی میشود، در واقع خرس ها همون فروشندگان هستن. وقتی بازار نزولی میشود به بازار میگن بازار خرسی. این دوتا خیلی مهمه، زیاد میشنوید راجع بهش. راجع به کوین و توکن اینا در ادامه توضیح میدم. 1-2 تا اصطلاح هست خیلی مهمه. در واقع اصطلاح فومو و فاد. این 2 تا اصطلاح تمام چیزیه. چرا میگم مهمه؟ به خاطر اینکه ببینید من بهتون تضمین میدم با چیزایی که یاد میگیرید میتونید سود کنید. کجا شما ضرر میکنید؟ پس میگید که اوکی مثلا رضا جان همه پس باید سود کنن دیگه چون راحت همه یاد میگیرن. بله خیلی راحته. من بهتون همه چی رو یاد میدم، راحت میتونید سود کنید. اما این 2 تا اون چیزیه که باعث میشه شما ضرر کنید که همش برمیگرده به ذهن. اصلا کل این بازار کنترل ذهنه. فومو چیه؟ راجع به فومو صحبت کنیم. Fear of missing out، یعنی ترس از دست دادن. مثال ایرانیشو میزنم. دیدید که مثلا دلار وقتی 30 تومنه قیمت الان که دارم صحبت میکنیم دلار 59 خوردیه فکر میکنم. دلار الان بیاد رو مثلا 50 تومن همه میگن اوکی دمتون گرم، خیلی میشینن زندگیشون میکنن. دلار الان از 59 تومن یا همون 60 تومن بشه 70 تومن، همه جلوی صرافی ها صف وای میسن. خب میگید اوکی منطقی این بود که ما اون کف باید میخریدیم. چرا رو 70 تومن همه صفن؟ به خاطر اینکه این فومو اذیت میکنه. ترس از دست دادن است. یعنی میبینن یه قیمتی داره میره بالا، میگن نکنه دلار بشه 100 تومن، پس بیا ما رو این 70 حداقل بخریم. یا پراید مثلا موقع 20 تومن بود کسی نمیخرید، 100 تومن شد، همه رفتن ثبت نام کردن. چرا؟ چون از پراید مثلا 200 میلیونی میترسیدن. این میشه فومو. همه جای دنیا هم هست. نگید ما ایرانی ها اینجوریم، نه، این اصطلاح خارجیه. پس همه جای دنیا این هست. چرا؟ چون آدم ها ربات نیستن، همه آدم ها احساسات دارن. این رو باید کنترل کنیم که راجع بهش زیاد صحبت میکنیم. فاد هم چیه؟ فاد ترسه. اینو میتونیم طمع معنی کنیم، فاد رو هم میتونیم ترس معنی کنیم. مثلا بیت کوین اومده بود رو 13، ما میگفتیم آقا رو ارزم به حضورشون 16، ما میگفتیم آقا بخرید الان جای ارزشمندیه واسه خرید. همه میگفتن نه ممکنه بیاد 10,000، ممکنه بیاد چه میدونم 3,000. میترسیدن اصطلاحاً.
و اخبار هم هی زیاد میشد، اینو تشدید میکرد که آقا بیت تموم شد، بیت قراره بیاد تا 3000، اصلا صفر قراره بشه. و این تشدید کننده اون ترسه بود که باعث میشد مردم نخرن. پس این دوتا گزینه مهمترین داستانی که شما تو بازار باهاش ضرر میکنید، ترس و طمع. این دوتا رو کنترل کنید، منطقی باشید. مینویسم و امضا میکنم که تو این بازار برایندتون سود خواهد بود. سابسکرایب یادتون نره، ما رو که قطعا دنبال میکنید. شیر هم یادتون نره. ویدیوها رو سعی میکنیم کوتاه بذاریم که حوصلتون سر نره. خیلی مخلصیم. تو ویدیو بعدی میبینمتون.